سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. من روحانگیز امینی هستم و با جلسه سوم از آموزش راه اندازی وبسایت با وردپرس در خدمتتونم. توی این جلسه میخوایم بریم و هاستمون رو خریداری کنیم. توی جلسات قبل در مورد دامنه صحبت کردیم، اینکه دامنه چی هست، چه ویژگی هایی داره، شرکتی که ازش میخوایم بگیریم چطور هست و در مورد هاست هم یه توضیحی دادیم. و این جلسه میخوایم بریم برای خرید هاستمون و اینکه ببینیم چه هاستی برای ما مناسب هستش و از شرکت ارائه کننده این هاست رو خریداری کنیم. خب برای خرید هاست وردپرس به سایت هر سایتی میتونید مراجعه کنید. من خب طبق معمول به ایران سرور مراجعه میکنم و توی دسته‌بندی وردپرسی این سایت پلن های مختلفی از فضای میزبانی هاست رو میبینیم. ببینید مثلا اینجا به عنوان مثال پلن هایی هستش که 2 گیگابایتی داره، 10 گیگابایتی داره، 30 داره، ولی من چیتا 2 رو انتخاب میکنم. فعلا پلن پایه ایران سرور هستش. ثبت سفارش رو که کلیک میکنیم صفحه بعد از ما میپرسه که دامنه‌تون رو انتخاب کنید، دامنه‌ای که میخوایم وصل کنین. حالا یا جدیدش رو میخریم یا دامنه که قبلا داریم، دامنه‌ای که داشتیم رو قبلا ثبت کردیم رو وارد میکنیم و بعد دکمه استفادهش رو میزنیم. توی صفحه بعدیش میبینیم که مثلا اطلاعاتی که سرویسی که میخوایم ازش بگیریم رو داره نشون میده. میتونیم 1 ماهه، 1 ساله، 6 ماهه، 3 ماهه تغییر بدیم و بعد اون مثلا الان اینجا 3 ماهه رو انتخاب کردیم و بعد به روی دکمه ادامه کلیک میکنیم. دیگه بسته به خواست خودتون هستش که هر کدومو دارین انتخاب کنین. اگر کد تخفیف داشته باشین استفاده میکنیم که برای من اینجا هزینه قابل پرداخت رو 0 میکنم و پرداخت نهایی رو میزنیم. خب به همین راحتی ما هاست مورد احتیاج خودمون رو خریدیم. توی این صفحه که میاد بعد سفارشمون رو تایید کنیم که اطلاعات هاست برامون ارسال بشه. تیک موافقت رو با شرایط رو میزنیم، بعد به ثبت سفارش میریم. اطلاعاتتون رو خودتون یه بار بازبینی کنین، اگر قرار باشه چیزی رو عوض کنید خودتون اینجا عوض کنید و خرید هاستمون اینجا نهایی شد. زمانی که ما این هاست رو تهیه میکنیم یه ایمیلی برامون میفرستن که میتونیم هم از طریق ایمیلمون به اون اطلاعات دسترسی پیدا کنیم، هم توی قسمت همون پنل بالای ایران سرور خودش ایمیل های فرستاده شده داره. از اونجا وارد میشیم، DNS هامون رو از اونجا انتخاب میکنیم و بقیه کار رو میکنیم. از قسمت مدیریت دامنه ها، از هر جایی که دامنه‌تون رو خرید کردین دکمه مدیریت دامنه، اون دامنه‌ای که دارین رو و میخواین این هاست رو بهش اتصال بدین انتخاب میکنید و مدیریت دامنه رو میزنین و اینجا هستش که دامین خریداری شده رو DNS هاش رو هاست خریدار شده رو DNS هاش رو از طرف شرکت که برامون ایمیل شده بود رو توی اینجا یکی وارد میکنیم. پس شد ایمیل رو باز میکنیم، DNS ها رو کپی میکنیم و توی این قسمت پیست میکنیم. خب الان ما هاست و دامنمون رو تهیه کردیم و میریم سراغ ادامه آموزشمون. خب در ادامه آموزش خودمون به این موضوع میپردازیم که سیستم مدیریت محتوا یا اصطلاحاً CMS چی هستش. ببینید روش هایی که شما میتونید سایت طراحی کنید مختلف هستن و هر کدوم نسبت به همدیگه مزایا و معایب خاصی دارن. فرض کنید قبل از سال
2003 که وردپرس بخواد بیاد و رونمایی بشه یا CMS های دیگه که بخوام به وجود بیان، صرفا شما برای راه اندازی یه سایت بایستی از یه برنامه نویس استفاده می‌کردین یا به یه شرکت برنامه نویسی و طراحی سایت مراجعه می‌کردین تا سایت شما رو براتون از بیس طراحی کنم. ولی از زمانی که وردپرس اومد، سیستم های آماده و سایت سازها اومدن، نه فقط وردپرس، خیلی از سیستم های دیگه هم اضافه شدن و شما دیگه برای راه اندازی یه سایت انتخاب های مختلفی دارین. دیگه نیازی نیست که از بیس طراحی کنین. یکی از این انتخابا استفاده از سیستم های مدیریت محتوا یا CMS ها هستش. CMS مخفف عبارت Content Management System هست و اختصاراً و به زبان خودمونی اگه بخوایم معرفیش کنیم، پلتفرم های آماده‌ایه که شما بدون نیاز به کد نویسی با استفاده از اونها میتونید سایت های خودتون رو طراحی کنید. یکی از معروف ترین CMS هایی که در حال حاضر وجود داره و متداول ترین و معروف ترین سیستم مدیریت محتوا هستش وردپرس هستش که اکثر سایت ها در حال حاضر با وردپرس طراحی میشن. سایت های مختلفی مثل سایت های پزشکی، خدماتی، سایت های فروشگاهی، شرکتی، سایت های رزومه، خبری، خیلی از اینها هستن که با استفاده از CMS وردپرس به راحتی راه اندازی میشن. و اما در ادامه به این میرسیم که وردپرس چه مزایا و معایبی داره. به صورت مختصر و اجمالی بهتون گفتم که وردپرس چی هست، ولی الان میخوام بگم که بین CMS های مختلف چرا وردپرس. دلایل مختلفی برای این منظور وجود داره. بحث اولی که بین انواع CMS ها مشترک هستش، بحث صرفه اقتصادی هستش. اگر شما بخواین که یک سایتی رو از بیس کد نویسی کنین، شاید هزینه‌های خیلی بالایی رو مجبور باشین که متحمل بشین که اگه یه استارتاپ باشین که بخواین شروع کارتون باشه، این هزینه براتون شاید یه مقدار سنگین باشه. ولی با استفاده از CMS ها و همین سیستم های مدیریت محتوا مثل وردپرس، با هزینه خیلی پایین و خیلی ناچیز میتونید خیلی راحت یه سایت حرفه‌ای طراحی کنید و خودتون مدیریتش بکنید. بحث بعدی در مورد وردپرس این هستش که استفاده از اون خیلی آسونه. این موضوع بین بقیه CMS ها شاید انقدر که وردپرس آسون هستش اونقدر نباشه. استفاده از وردپرس شاید بتونم بگم راحت ترین CMSی باشه که شما میتونید ازش استفاده کنید بدون اینکه نیاز به یاد گرفتن کد نویسی، برنامه نویسی یا خیلی کارهای دیگه بدین، راحت تغییرات بدین و کاملا مدیریت بکنین. بخشای مختلفش رو میتونید خودتون توی دستتون داشته باشین که تو ادامه این موارد رو دونه به دونه براتون باز میکنم و نشونتون میدم که کجاها میشه خودتون مدیریت کنیم و بهتر هستش و چقدر هم راحته. بحث دیگه ای که حالا وجود داره و به عنوان وجه تمایز وردپرس با بقیه CMS ها هست اینه که توسعه دهنده های خیلی زیادی روش دارن کار میکنن و شما خیلی راحت میتونید اونو توسعه بدید و به اینها دسترسی داشته باشین. کلاً بحث توسعه پذیری توی CMS های بحث مشترک هستش، یعنی همشون این بحث رو دارن و چون به خاطر متن باز بودنشون خیلی راحت میتونید اونها رو توسعه بدین. ولی وردپرس به خاطر اینکه خیلی متداولتر هست و همه جای دنیا تو سرتاسر جهان مورد توجه مخاطبا و مشتریا هست،
و هم توسعه دهنده ها خیلی بهش توجه دارن، به خاطر همین افزونه های مختلف و بیشتری براش به وجود اومده و توسعه داده شده و شما خیلی راحت وقتی بخواید یه فیچری رو به سایتتون اضافه کنید، کافیه که افزونه وردپرس اون رو تهیه کنید و ازش استفاده کنید. شاید تو بقیه CMS ها دسترسی به افزونه های اون CMS انقدر راحت نباشه که توی وردپرس انقدر راحت هستش، یا شاید اصلا افزونه هایی که توی وردپرس هست توی زمینه های مختلف توی CMS های دیگه وجود نداشته باشه. و اما موضوع بعدی که در رابطه با وردپرس خیلی اهمیت داره، امنیت وردپرس هستش. وردپرس مدام در حال آپدیت و بروزرسانی هستش و کمتر پیش میاد که دچار مشکل امنیتی بشه. یعنی اگه شما بقیه نکات امنیتی که مربوط به سایت خودتون هستش رو رعایت کنین، مثل نکاتی که مربوط به هاست هست، مربوط به استفاده خودتون از سایت هست رو رعایت کرده باشین، خود وردپرس انقدر سیف هست که شما احتمال اینکه بخواین هاستتون هک بشه یا ویروسی بشه خیلی پایین میاد. فقط کافیه که خودتون نکات امنیتی مرتبط با خودتون و کار خودتون و در زمینه وردپرس رو رعایت کرده باشید. خلاصه کلام این که خود هسته وردپرس به تنهایی سیف است و مشکلی نداره. علاوه بر وردپرس، قالب ها و افزونه های وردپرس هم ضریب اطمینانی تقریبا بالایی دارن. ولی اگه یه درصدی افزونه یا قالبی که استفاده میکنیم دچار یه باگ امنیتی بشه، خیلی سریع این توسعه دهنده ها این موارد رو رفع میکنن و جای هیچ نگرانی وجود داره که اینم یکی از مزیت های وردپرسه. بحث بعدی درباره وردپرس سئو فرندلی بودنش هستش. قالب های وردپرسی که در حال حاضر توی بازار هستن اکثرا استانداردهای وردپرس رو تا جایی که میشه رعایت کردن و شما خیالتون راحت هستش از این بابت که این نکات مربوط به سئو خیلی توشون راحته و خیلی دقیق اجرا شده. شاید اگه قرار باشه یه سایتی رو به صورت اختصاصی میخواستین راه اندازی کنین، همین بحث سئو کردن و اصول اولیه‌اش که باید درش رعایت میشد خیلی زمان بر بود و خیلی هزینه بالایی داشت. بعد یه شخصی پیدا میکردین که براتون سئو میکرد، ولی توی وردپرس با کمترین هزینه و خیلی راحت میتونین یه سایت سازگار با سئو و کاملا استاندارد رو با کمترین هزینه توی کمترین زمان راه اندازی کنید. خب دوستان، توی ادامه بحث که یعنی فصل اولمون هستش که آموزش راه اندازی سایت با وردپرس هستش، ما به موضوع نصب وردپرس روی هاست باید اشاره کنیم. به خاطر این همونطور که شاهد بودین یه دامنه خرید کردیم، یه هاست خریداری کردیم و این دوتا رو با هم دیگه سینک کردیم و حالا میخوایم بگیم که چطوری بایستی این وردپرس رو روی هاست و دامینمون نصب کنیم و بعد میریم به معرفی قالب و افزونه و به طور کلی و کاملا باز شده به بخش‌های مختلف وردپرس میپردازیم، مثل دسته، برچسب، نوشته و برگه و تفاوتی که دارن با هم دیگه، و بعد موضوع دیدگاه و رسانه در وردپرس و در آخر هم تنظیمات وردپرس رو با هم بررسی میکنیم تا کاملا به وردپرس مسلط بشیم. خب با من همراه باشین تا در جلسه بعدی این موارد رو با هم دیگه بررسی کنیم و کاملا یاد بگیریم. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.